به جان مادرم قسم میخورم که من فقط روزی 100 بار این ذکر رو تکرار میکردم و فکر میکردم هیچ اثری نداره و دروغ محضه. 10,000 تومن پول تو حسابم نبود. بعد از چند وقت به خودم اومدم دیدم هر آن چیزی که میخواستم در زندگی من مهیا شده و محقق شده. ماشین مورد علاقم، خونه مورد علاقم، درآمد مورد علاقم، زندگی مورد علاقم. ببین، فقط 90 شب قبل از خوابیدنت 100 بار با یه تسبیح دوست نداری با انگشتای دست قرار تکرار کنی که من به خزانه بیکران الهی متصل هستم. من به خزانه بیکران الهی متصل هستم. حتی اگر فکر میکنی دروغه، حتی اگر فکر میکنی جواب نمیده و بی اثره، فقط 90 شب قبل از خوابیدنت 100 بار تکرار کن من به خزانه بیکران الهی متصل هستم. معجزش دیوانه میکنه تو رو. خلاص.